در اوج آسمان شب، در تاریکی اعماق اقیانوس، ورای شرق و آن سوی غرب، اون چیزیه که روالایف بهش میپردازه. ویدیو ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و سرآغاز انفجاری از انرژی و انگیزه در کل دنیا بشید، چرا که با این کار باعث میشید این ویدیو همه جا دیده بشه. روزی استادی جوان به سفری دریایی رفت. او مردی با تحصیلات عالی بود و قطاری از القاب به دنبال نامش داشت، اما تجربه اش از زندگی اندک بود. در بین خدمه کشتی ملاح پیر و بیسوادی بود که هر شامگاه به اتاقک استاد جوان می آمد تا به سخنان او در مورد موضوعات مختلف گوش کند. او تحت تأثیر دانش استاد جوان قرار گرفته بود. یک شب وقتی ملاح بعد از چند ساعت گفتگو میخواست اتاقک استاد جوان را ترک کند، استاد پرسید: آیا زمین شناسی خوانده ای؟ خیر استاد، من هیچ وقت به مدرسه و دانشگاه نرفتم. پیرمرد، تو 1/4 عمرت را برباد داده ای. ملاح پیر با چهره غمگین دور شد و اندیشید: اگر آدم دانشمندی چنین میگوید، پس حتما حقیقت دارد و من 1/4 عمرم را برباد دادم. شب بعد هنگام خروج ملاح از اتاقک، استاد پرسید: پیرمرد، آیا اقیانوس شناسی خوانده ای؟ اقیانوس شناسی چیست استاد؟ دانش مربوط به اقیانوس ها. خیر استاد، من هیچ وقت چنین چیزی نخواندم. پیرمرد، تو نیمی از عمرت را برباد داده ای. پیرمرد با چهره مغموم دور شد و اندیشید: من نصف عمرم را برباد دادم. این مرد دانشمند که اینطور میگوید. شب بعد بار دیگر استاد جوان از ملاح پرسید: پیرمرد، آیا هواشناسی خوانده ای؟ هواشناسی چیست استاد؟ حتی اسمش را هم تاکنون نشنیدم. تو دانش زمین را که بر روی آن زندگی می کنی نخوانده ای. دانش دریایی را که از آن امرار معاش می کنی نخوانده ای. دانش هوایی که هر روز با آن سر و کار داری نخوانده ای. پیرمرد، تو 3/4 عمرت را برباد داده ای. ملاح پیر خیلی ناراحت شد. این مرد دانشمند میگوید که من 3/4 عمرم را برباد دادم، پس من حتما 3/4 عمرم را برباد دادم. روز بعد نوبت ملاح پیر بود. دوان دوان به اتاقک استاد جوان آمد و فریاد زد: جناب استاد، آیا شما شناشناسی خوانده اید؟ شناشناسی؟ منظورت چیست؟ استاد، می توانید شنا کنید؟ نه، من شنا بلد نیستم. جناب استاد، شما همه عمرتان را برباد دادید. کشتی به یک صخره برخورد کرد و در حال غرق شدن است. آنهایی که می توانند شنا کنند به ساحل نزدیک می رسند، اما آنهایی که شنا بلد نیستند غرق می شوند. خیلی متاسفم جناب استاد، خیلی متاسفم. شما حتما جانتان را از دست می دهید.